بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم محضر مبارک همه شما بینندگان و روزه‌داران و مهمانان خدای تبارک و تعالی. امروز جواب چند تا سوال را که در مورد ماه مبارک رمضان و روزه‌داری هست برخی از مؤمنین پرسیدن در خدمت شما سروران گرامی خواهم. یکی از مؤمنین پرسیده که آیا قی کردن یا استفراغ کردن در حالت روزه‌داری روزه را باطل می‌سازد یا خیر؟ اگر قی کردن یا استفراغ نمودن عمدی نباشد، یعنی به خاطر مریضی باشد یا سهوی باشد، روزه را باطل نمی‌سازد. ولی اگر عمدی باشد، مثلا شما فرض کنید کسی روزه‌دار است در این حال انگشت را به حلقش انداخت به گونه‌ای که عمدن زمینه استفراغ یا قی کردن را فراهم کند، استفراغ کرد روزش باطل خواهد. یک کسی از مؤمنین پرسیده آیا کسی که آروغ بزند و از دهانش به اختیار یک چیزی از درونش بیرون آید و دوباره او را فرو ببرد آیا روزش باطل می شود یا خیر؟ اگر ذرات از غذا در دهان آمد و بدون اختیار دوباره فرو رفت، در این صورت روزش باطل است. ولی اگر عمدن و در اختیار خودش باشد در دهانش آمد دوباره او را فرو ببرد، باعث باطل شدن روزش خواهد شد. یکی از مؤمنین پرسیده کسی که مثلا در سال گذشته نتوانست روزه بگیره و میخواد کفاره اش را پرداخت کنه، باید در مقابل هر روز 750 گرم باشه، 750 گرم طعام. پرسیده که آیا میشود ما قیمتش را پرداخت کنیم، یعنی پول نقد به یک فقیر بدیم؟ دوست عزیز، اصل بر این است که باید حتما طعام پرداخت شود، آرد باشه، گندم باشه یا نان باشه، در مقابل هر روز 750 گرم. نمیشود پول نقد را پرداخت کنیم مگر اینکه در یک صورت امکان دارد که ما خود اون شخص فقیر را یا کسی دیگر را وکیل بگیریم پول نقد پرداخت کنیم که به وکالت ما و به جای ما این پول نقد را طعام خریداری کنیم، خود اون فقیر باشد یا کسی دیگر، در این صورت اشکال نداره. ولی نمی شود که مثلا ما پول کفاره روزه را باید طعام باشد او را پول نقد بدهیم، اون شخص فقیر هم کرایه موتر، کرایه خانه، مثلا پول برق پرداخت کنه، در این صورت امکان نداره. یک کسی از مؤمنین پرسیده که آیا اگر ما سهوا یک چیز را در حالت روزه‌داری بخوریم یا بیاشامیم روزه را باطل می‌سازد یا خیر؟ معمولا در روزهای اول ماه رمضان این گونه هست، چون همیشه ما آب را نوشیدیم، نوشیدنی را نوشیدیم و غذا را هم خوردیم، اولای رمضان فراموش میکنیم، فراموش کردیم که ما روزه‌دار هستیم، سهوا یک چیز را خوردیم یا سهوا یک قطره آب یا یک جرعه از آب را نوشیدیم، بعدا یادم اومد روزه‌دار هستم. اگر نوشیدن و خوردن از روی فراموشی باشه و سهوی باشه، روزه انسان باطل نمیکنه. یک کسی از مؤمنین پرسیده که آیا آب بازی کردن و شنا نمودن در حالت روزه‌داری روزه را باطل میکند یا خیر؟ اصلی حمام کردن، شنا کردن، آب بازی نمودن روزه را باطل نمیسازد، فقط مکروه است. اما در یک صورت است که شنا باعث بطلان روزه میگردد، در صورتی که تمام سر زیر آب فرو رود روزه باطل میشه. ولی اگر تمام سر زیر آب فرو نرود روزه ما باطل نخواهد. یک کسی از روزه‌داران پرسیده که آیا تزریق آمپول در حالت روزه‌داری روزه انسان را باطل میسازد یا خیر؟ تزریق آمپول، سرم و پیچکاری در حالت روزه‌داری روزه یک روزه‌دار را باطل نمیسازد. امیدوار هستم که همه ما بتوانیم از برکات رمضان و روزه‌داری استفاده کنیم و از برکات ماه مبارک رمضان مستفید باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.